سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی امروز. چطوری؟ خب من یه کافه رفتم، یه لته خوردم با یه کیک که هیچ وقت من اون لته رو فراموش نمی‌کنم. خوشمزه ترین لته‌ای که تو عمرم خورده بودم. من می‌خواستم یه سری لوازم آرایش برای کارم بگیرم از سفورا. بعد این کافه رو دیدیم که خیلی تعریفش رو شنیده بودیم، دیگه رفتیم کیک و لته و چای و اینا خوردیم. فقط من قبل از اینکه بریم خرید لوازم آرایش یه توضیح کوچولویی بهتون بدم که قراره چیا رو بهتون نشون بدم و داستان چیه. چیزی که تو ویدیو قراره ببینید برند استیلادره. استیلادر رو اکثر میکاپ آرتیستا کرم پودرش رو تو وسایلشون دارن که حتما در ادامه ویدیو توضیحات این کرم پودر رو براتون میدم. برند مک واقعا رژ لباش محبوبه و قیمت بالایی داره واقعا. و بچه‌ها پلت سایه های آناستازیا خیلی معروفه، مخصوصا مدل سافت گلمش رو اکثر میکاپ آرتیستا استفاده میکنن و دارن. تقریبا مشابه پلت این بلوم تارت هستش. ولی خب میگم اگه میخواین کار میکاپ شروع کنید و عروس کار کنید و اینا خیلی خوبه اگه سافت گلم آناستازیا رو داشته باشی. وای خیلی جاتون خالی، من از مزه لته اصلا نگم، فوق العاده بود. بچه محبوب قلب میکاپ آرتیستا استیلادر. کرم پودرای استیلادر کلا برای مواقعی استفاده میشن که شما توی محیطی مثل شمال یا کلا محیط‌های مرطوب هستین. اگه که توی محیط خشک هستین این کرم استیلادر جواب نیست براتون. اگه برای مصرف شخصی میخواین نخرین، ولی اگه تو شمال زندگی میکنین تو هوای مرطوب هستین میتونین از کرم استیلادر استفاده کنین. استیلادر عطر هم داره. چطور بود عطرش؟ بد نبود، همینجوری داره سرد کرد. از 10 چند میدی به عطرش؟ از 10 سلیقه‌ای. نه خب سلیقه‌ای 7 میدی. چرا کم میدی؟ خب با رایحه من خیلی کامله. مثلا چه رایحه‌ای داره؟ مثلا این تلخه. تلخ و گرمه. خب منم تلخ دوست ندارم. آره من دوست ندارم. این یه کمی ملایم تره ولی کامینسونه، یعنی هنوز نرسیده. بچه من از این رنگه خیلی خوشم اومده. یه رنگ صورتی، این چیزی که توی ویدیو نشون داده میشه نیست. گرونه الان من نمیتونم بخرم. از هم این تخفیف خورده شده 2000 روبل تخفیف و این روزی هستش که تکون نمیخوره. از رو لب 24 ساعت است. ولی خب اینه که من دارم اینا تکون میخوره، پخش میشه، پاک میشه، ولی مثل اینکه این اصلا تکون نمیخوره و اینم بافتشه که 2000 روبله. بچه اینجا هم یه هایلایتر خیلی معرکه دیدم که تصمیم داشتم بخرم. اینجا هم مثل این که این برندم خیلی چیزاش گرونه ولی انقدر شاینش زیاده و خوشگله. ببین رو گونه مامانم نگاه کنید، ببین چه برقی میزنه. نگاه کن دستمو. تصمیم داشتم واقعا بگیرم چون واقعا به درد عروس میخوره و حالا صرف نظر از قیمت بالایی که داره واقعا چیز فوق العاده ایه. خب بچه چیزی که خیلی خوشم اومد از این پالت های آناستازیا، این پالت ولی خیلی قیمتش گرونه و واقعا الان پولم نمیرسه بخرم. به جاش چند تا پالت دیگه برداشتم که اونام به دردم میخوره. و بعدم بچه‌ها محبوب قلب من کلینیک. واقعا هیچ محصول پوستی نمیتونه جای کلینیک رو برام بگیره. من خودم پوستم خشکه و آبرسان کلینیک بهترین آبرسانیه که تا حالا داشتم. همچنین کرم دور چشمش، شویندهش، تونرش و تمام محصولاتی که این برند داره. من فقط فعلا وسعم در حد آبرسان میرسه. خیلی دوست داشتم که بتونم تمام محصولاتشو داشته باشم ولی خیلی گرونن، حداقل برای من خودم رسیدگی به پوست و خیلی بیشتر از آرایش دوست دارم ولی واقعا لوازم پوستی خوب خیلی گرونتر از لوازم آرایشه به نظرم اکثر مواقع. بخاطر اینکه تو واقعا وقتی پوست خوبی داشته باشی زیبا به نظر میرسی، حتی آرایش رو صورتت خوب میشینه. به نظرم خیلی خوبه که آدم پول داشته باشه که بتونه برای خودش لوازم پوستی بخره. این واقعا یه نعمته و میگم چون خیلی به لوازم پوستی مخصوصا برند کلینیک علاقه دارم
واقعا دوست دارم روزی برسه که بتونم هرچی از این برند میخوام و بخرم برای پوستم استفاده کنم. ولی خب الان فعلا چون اولویت کارمه بیشتر مجبورم لوازم بخرم که به کارم بیاد، یعنی بتونم باهاش میکاپ انجام بدم یا به درد سالن بخوره. ولی خب تاکید میکنم که لوازم پوستی رو بیشتر از لوازم آرایش دوست دارم، ولی خب میگم دیگه گرونن خوباشون. البته بچه‌ها کلی لوازم پوستی خیلی خیلی گرونتر هم وجود داره، ولی خب این برند واقعا عالیه و به نوبه خودش گرونم هست. بچه‌ها این خانم خیلی نازه، موجش قرمزیه. موجش قرمزه. خب بچه ها دیگه داریم به آخره ویدیو میرسیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید، یعنی ویدیو رو دوست داشته باشید تا الان. یعنی امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. کلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین و ممنونم که ویدیو رو لایک میکنین و برام کامنت میذارین. کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. چشم طمع دور کنه دنیا پرست، از این لوازم آرایش زیبا و مست. درست. چرا اینا الان به کار بردی؟ برای اینکه تو اینا رو صاف نشی.